کوته سنگی گذشته به طرف گولایی دواخانه روان هستیم. دیگه بینده ویدیو ما باشین. ویدیو جالب و زیبا هست، هم از گولایی دواخانه و هم از این سرک گولایی دواخانه چطور دوستان عزیز آرامی هست؟ اگر اینجا قسمی آرامی. سلام عزیزان دل، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان به خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، قسم میبینید دیگه ما در کوته سنگی گذشته به طرف گولایی دواخانه روان هستیم. دیگه بینده ویدیو ما باشین. ویدیو جالب و زیبا هست، هم از گولایی دواخانه و هم از پل سوخته یا پل خوشبختی کابل که ویدیوی از او هم چنان نشر میشه. یا منتظر هر دو ویدیو باشین دیگه. پنیر ببینید، پنیر هم از مسکام است، با رنگ شور دو چیزا هم است. مارکت همون تو خوب صحیح دوستان عزیز پر جمع جوش هست. مردم هم خرید و فروش همون تو خوب صحیح مصروف هستند. اینه همه چیز از دوستان مارکت. اون کارمندا هم هستن، کارمندای ترافیک و از اینا به خاطر سرک جور میکنن که مدرا و مردم بتونن راحت عبور مرور داشته باشن و کراچی بیربار ایجاد نکنه. انار چورک 50 افغانی، کیلوی 30 افغانی. چورک 50 یعنی سیر 200 افغانی دوستان عزیز. ببینن انار قندار سرخ میزنه تا من اناره بابا گیربار است که خوب صحیح دوستان عزیزم تا موتر پیدا نمیشه طرف دشت برچی فکر کنم یا هر جای دیگه موتر نیست که تو گیربار است. کیله در جان 80 افغانی گفت. کیله دوستان عزیز فکر کنم یک ذره قیمت شده. دولمون یک نفر دولمون یاسر بود.
دارالمان. دوستان عزیز این گلای دواخانه هست و او هم سرک دواخانه که ما هم دیگه راه ما این طرف است که باید همین طرف حرکت کنیم. شارنو هم از اینجا میره موترایش. هم منتو از دوستان عزیز کراچی منتو بود که گذشت. شارنو 4 راهی انصاری البته. این دوستان عزیز گلای دواخانه است. گلای دواخانه وات. این سرک گلای دواخانه چطور دوستان عزیز آرامی هست؟ اگر اینجا قسمی آرامی نمی بود دیگه وقتا قدر فرصتی قدر آرامی. گل فروشی ها و گل سازی ها سی طرف و طرف هم رستورانت هاست که در تصویر میبینید. یا با این دیگه بیادر موتر گل میزنه فرونه را که با عروسی است یا هر چیزه عروسی است، به خاطر که گل قلبک زده بود، قلبک گل زده بود. چه قسم مردم های نماد قلب بود دیگه دوستا. خلاصه مجتمع تجارتی و مسکونی سهیل. دوستان عزیز دیگه پس همون تو از این بغل سرک بگذاریم و بریم اون طرف. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشد، ویدیو لذت برده باشین، ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه تان به الله متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین، در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان.